حاجی من دیشب قبل اینکه بخوابم اومدم خودم تصمیم گرفتم، گفتم حالا که دلار 130,000 تومان شده تو هم باید درآمد دلاری باشه. گفتم خب تو که تو زندگیت کلا چیزی هم نداری، همین کلا اتاقت این در بده بیرون، هیچی تو این دنیا نداری. بذار حالا با کانال یوتیوب بزنی، بعد کانال یوتیوب میاد بالا، تلاش میکنی بالاخره ردیف میشه، درآمدت میاد تو دلاری میشه اینا. بعد صبح بلند شدم دیدم حاجی زده درآمد یوتیوبرهای ایرانی 90% کاهش یافت. حاجی اینو میگی پشمام اصلا ریخته بود، یوتیوب فارسی مرد. بعد گفتم خارشو گاییدم. حاجی من دیشب تصمیم گرفته بودم که بیام تولید محتوا کنم، من کانال یوتیوبم کلا دیشب رو انداختم، صبح بلند شدم به گا رفت. بعد چه فکر میکردم دیگه چه غلطی بکنم تو این زندگی. من نمیدونم واقعا چیکار کرد تو این شرایط، حالا اصلا خوب نیست، نمیدونم باید چیکار کنم. دیشب تصمیم گرفتم صبح به گا رفتم. حالا دیگه موندم چیکار کنم دیگه. حالا یوتیوبم که اینجوری شده، این پیج اینستاگرام مونده واسم، حالا اونم اگه بیاد بالا کسی حمایت کنه شاید مثلا یه روزی به جایی برسه. خدای خودت کمک کن، من نمیدونم باید چیکار کنم دیگه. واقعا خیلی به هم ریختم. خیلی مخلصم.